دوستان گلم، همیهنان گرامی، درود بر شما. این ویدیو نه برای 57 ها، چون برای اونا فایده نداره، عوضم نمیشن، اصلاح نمیشن. برای نسل شیک پاسارگادی است. یک کمی طولانی هم هست. خواهشی که از شما دارم، حتما این کلیپ بسیار مهم رو از دست ندهید. این کلیپ مخصوص نسل شیک پاسارگادی و یا نسل آیندگان است. میهنمون ایران امیدشون به این نسل آیندگان است، نسل شیک پاسارگادی. و به قول زندیات مانوک و خدابخشیان، باید خطوط را خوند. وقتی شطرنج بازی میکنی این خطوط را باید بشناسی، وگرنه سریع میبازی. و منم در طول، ببینید سفید کردم، در طول این 60 سالی که دارم الان، بگیم 25 سالش هیچ، تقریبا 35 سال 30 سال که به خصوص در غربت بودم، تنها کاری که از دست من برمی اومد دنبال کردن اخبارها و گوش کردن به استادهایی مثل مالک خدابخشیان بود برای نجات میهنمون. یعنی هدف من فقط برای آگاهی رسانی و آموخته هایم را در اختیار نسل جوان بگذارم. فقط هدف من این بود و هست. بنابراین بگذارید از اون 57 ها. اونا اصلا البته خیلی ها بیدار شدن، خیلی ها به میهن پرستان پیوستند. اونا رو هم کم کنیم. اون بقیه اگه بگی ما سفیده میگن ما سیاهه، اگر بگی سیاهه میگن سفیده. اصلا قابل اصلاح نیستن، عوضم نمیشن، خودتونم خسته نکنید. ولی ای نسل شیک پاسارگادی، اینو میخواستم بگم که این کلیپ یه خورده طولانی خواهد شد، عذرخواهی میکنم، ولی از نان شب واجب تره. شاید تو اینستاگرام خلاصه شده رو بذارم، ولی بقیه رو از یوتیوب، از کانال من میتونید تهیه کنید. اکانت کانالم رو زیر اینستاگرام خواهم گذاشت. از نان شب واجب تره ها. همونجوری که گفتم، ناخن کوچیک زندیات مانوک و خدابخشیانم نمیشم چون اکابری هستم، من بی سوادم، متوجهید؟ اما مانوک و خدابخشیان خیلی تحصیل کرده و واقعا استاد، و تمام تحلیل هایش هم میبینیم که به حقیقت پیوسته، متاسفانه. البته این کلیپ به خصوص مخصوص نسل شیک پاسارگادیه و آیندگان. پیامی که این کلیپ داره، پیامی که این ویدیو داره، این است که ما از کجا خوردیم. دلیل این که کار ما به این مرحله رسید و شورش 57 رخ داد و این همه نسل شیک پاسارگادی رو رژیم زد، کشت، قتل عام کرد به عناوین مختلف، از
از حجاب گرفته، مجاب گرفته، او بیا 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 که خودتون بهتر از من میدونید. دلیل این به این اوضاع رسیدن، موضوع اصلی، دلیل اصلی چی بود؟ ما از کجا خوردیم؟ ای نسل شیک پاسارگادی، امیدوارم بعد از دیدن این کلیپ که بسیار مهم است و خیلی وقت گذاشتم برای تهیه این، امیدوارم دیگه تکرار نشه. اینجا رو خورده تاریک کردم شبه، به خاطر اینکه نور میفته سرم یه خورده کمپشت دیده میشه، ببخشید دیگه خاموش کردم که به حساب کچل دیده نشم. عرضم به خدمت شما عمده ترین دلیلی که ما به این روز افتادیم، از کجا شروع کنم، از کجا بگم، یه خورده پس و پیش خواهد شد، عذرخواهی میکنم. ولی منم به حساب به قول معروف سواد دیپلماتی ندارم که از اون واژه‌های آنچنانی استفاده کنم. روان، ساده و خودمونی داریم صحبت میکنیم. خاکی دم همتونم گرم، دست مریضات. در طول این 47 سالی که و 35 سالی که تو خارج بودم، اون چیزی که تجربه به من ثابت کرد، تجربه آموختم از اساتیدی مثل ناصر انگتا و زنده یاد مانوک خدابخشیان، آقای رضا احمدی، خدایا اسم یادم نمیمونه، عذرخواهی میکنم، از همه اساتیدهایی که تا در طول این مدت ما گوش دادیم و شنیدیم و بعد آموخته هایم را به اضافه اینکه دیده هایم را، سب با سند برابر است. کلیپ هایی رو الان خواهم گذاشت، خواهید دید که حق با منه. من بدون اسناد، بدون سند حرف نمیزنم. هر چی که الان در این ویدیو خواهید دید، همه اینا رو با اسناد رو خواهم کرد، ثابت خواهم کرد، اثبات خواهم کرد با سند و مدرک. فعلا بذارید از اینجا شروع کنم. امیدوارم کسی به من زنگ نزنه. از اینجا شروع کنم. ببینید، من خودم میخواستم برم خدمت مادر من، خواهرای من، برادران من. یه قرآن سرمون میگرفتن، میگفتن بیا از زیر این رد شو، بلکه سلامت بری و سلامت برگردی. یه خوردم پاراندز باز میکنم. ببین، ما وقتی به دنیا اومدیم، چشم باز کردیم دیدیم تو شناسنامه‌مون نوشتن مذهب شیعه، در حالی که انتخاب من که نبود، انتخاب تو هم که نبود، انتخاب هیچ کس نبود. پدرانمون بچه به دنیا آوردن، تو شناسنامه‌شون نوشتن بنویس شیعه، بدون اینکه بدونن که چه باعث چه بدبختی هایی در آینده نصیب ما خواهد شد. پدرانمون مذهب شیعه رو نوشتن. بعد حالا میرسیم به اونجا. میخواستم برم خدمت، از زیر قرآن رد میکردن. میخواستم بیام ژاپن، از زیر قرآن رد میکردن. نه با پای راست باید اول بری، نه با پای چپ.
3 بار باید بری بیای، 4 بار باید بری بیای. و این از من. داداشام، خواهرام، خودم رو مثال میزنم، خودمون رو مثال میزنم. میخواستن ازدواج کنن، یه آخوند ازگر رو صدا میکردم میومد که عقد اسلامی بخونن. ما هم نمیدونستیم که چی به چیه. میگفتن عقد باید یه آخوند بیاد عقد بخونه. اون آخونده میومد علم کلت قتل متل فلان فیل همامه می نوشت. اون زن و شوهرم تکرار میکرد، غافل از اینکه نمیدونستن که اینجا چی داره برخور میکنه. آیا توهین میکنه؟ آیا فحش میده؟ هیچکی نمیدونست که. میخواستی بری امتحان بدی، نذر و دعا میکردی، خودت مطالعه نمیکردی، پناه میآوردی به نذر و دعا. قبول بشم این کارو میکنم، اون کارو میکنم. قبول بشم علم کردم میخواستی بری گواهی نامه بگیری، علم کردم. زمان شاه رو دارم میگم، خدا بیامرز شاه رو میگم، زنده یا شاه رو. حالا پس از جمهوری اسلامی حالا بماند، الان میرسیم به اونجا. از اون بگو اصلا زیاد دورم نمیریم که مثلا زمان قاجاریه بود و حالا چی بود و چی نبود. همین 100 سال پیش رو بریم، 150 سال پیش. آقا هر کاری میکردی اول به علم کلتم میگفتن یا نه؟ هر کاری میکردیم اول میرفتیم به نمیدونم واژه های عربی رو به زبان بیاریم. دست خودمونم نبود. گفتم زمانی که به دنیا اومدیم می نوشتن مذهب شیعه، اون یکی رو می نوشتن مذهب سنی. امکان نبود که مثلا در اختیار خودمون بذارن، مثل تاجیکستان بگن که از تا 18 سالگی حق ندارن کسی زورکی به اینا بگن که مثلا تو متولد شده شیعه هستی، متولد شده سنی هستی یا مثلا مسیحی هستی. از 18 سالگی به اونور باید انتخاب بکنه. این بچه، این پسر، این دختر باید انتخاب بکنه. خودش باید انتخاب بکنه با عقل و شعور خودش. اصلا ممکنه بگه که آقا من قبول ندارم هیچ کدوم مثل من الان هیچ کدومو قبول ندارم. اگر قبول داشته باشم مگر به دین خوب ما چی اومده؟ مگر به دین خود ما چی اومده که من اونو بذارم برم دنبال دین وارده که صبح تا شب از زیر کمر به پایین صبح میکنن یا قتل مطلو. غیر از این که سخنی نیست، فقط همینه. اگر بخوام دینی داشته باشم که امیدوارم با آموزش های درست در آینده شاید پیوستم به دین زرتشت، ایزد منان، اهورامزدا، بهترین دین در جهانه. خود این ژاپن درست اسمن یه چیز دیگه است، اما نشأت گرفته از دین زرتشته. اینو من از خود ژاپنی شنیدم. نشأت گرفته از دین زرتشته. آزادن، هیچ کی هم حق نداره بگه که مثلا دین چیه، مذهب چیه، فلان. هیچ کی اصلا نمیپرسن، به کسی ربطی نداره. انتخاب شخصیه، اصلا به کسی ربطی نداره که من مسلمونم یا کافرم یا نمیدونم دارم ندارم فلان، اینا اصلا به کسی ربطی نداره. الان این همسایه ما مسیحیه نمیدونم، بوداییه نمیدونم، زرتشته نمیدونم، اما با یکی از
ژاپنیا که من با هم همکاریم باش صحبت کردم، گفت نشأت گرفته از زرتشته، دین ژاپن، هیچ فرقی نداره. بعد حالا میخواستم اینو بگم، هر کاری میکردیم، هر حرکتی، قبل از آغاز هر کاری، قبل از آغاز هر حرکتی، حتما باید اون واژه های اسلامی به کار میرفت. حالا پشت پرده کیا خوابیده بودن؟ مصدقیون ایران برباده، ملی منگلیون، تودهی های همیشه خائن و این که مزخرفین خلق. پشت پرده اینا هستن ها، پشت پرده اینا خوابیدن. اما ما ظاهر رو میدیدیم، ما ملت ایران ظاهر قضیه رو میدیدیم. این میاد اخیراً یک کلیپ دیدم، واقعا وقتی اونو دیدم دیگه گفتم حتما یه ویدیو واجبه، ویدئویی واجبه که باید این نسل شیک پاسارگادی اینو ببینن و بدانن تا در آینده این رکب رو نخورن. یادتونه فیلم های کلاسیک اون زمان، مثلا 50 سال پیش، 55 سال پیش، 60 سال پیش، مثلا یکی که از زندان در می اومد، زده قتل کرده، زده آدم کشته، نمیدونم قاچاق کرده، اون اصلا به چشم نمی اومد. خب اونا اصلا مهم نبود، مهم این بود که از زندان که میخواد بیا بیرون تا در خونهشون یه اکیب از این کلاک، چی میگن، شابدوله میگن، چی میگن، من نمیدونم، یادم رفته. بعد از این کلاگردا سرشون میذاشتن، تسبیح دست، لباس مشکی تنشون، ادای لاتی در می آوردن و می اومدن مثلا صلوات نه از در زندان تا در خونهشون 1000 بار صلوات ختم کردن. تو اون فیلم ها ناصر مکمودی بود، بهمن بود، کی بود. حالا اونا هم هنرپیشه بودن، اون کارگردان مهمه. اون کارگردان چرا باید اینجوری ما رو تو هچل بندازه، ملت ایران رو به این روز بیاندازه؟ اکثرا توده‌ای و مصدقیون ایران بربادی و مزخرفین خلق و فلان اینا تو هر سازمانی، تو هر ادارجاتی بودن. عجبا که چرا آریامهر یا متوجه بود یا نبود، اما چرا اجازه چنین کاری رو به اونا داد نمیدونیم. الان نمیدونیم، در آینده اثبات خواهد شد، ولی فعلا الان نمیدونیم. یا به خاطر دموکراسی مثلا پیش خودشون حس میکردن که به حساب چی من نباید دخالت کنم، یکی که مسیحیه یکی که مسلمونه، ولی این از حدش گذشته بود. انقدرم با واژه‌های آنچنانی مردم رو معذرت میخوام خر میکردن. معذرت میخوام اینجوری میگم، دور از جون اکثر بیشتر امت خر میشد دیگه، ملت که نه. بعد با واژه‌های آنچنانی، بعد میرفت زنه رو از کاباره در می آورد میگفت بریم پابوس امام رضا، نمیدونم بل کنیم میریم پابوسش. برمی داشتن میرفتن مشهد، اونجا یه نماز میخوندن، یه ننهه دلاراست میشد، یه نماز اینجوری میخوندن. بعد زنه یه نماز آنچنانی میخوند، مثلا ناصر ملک مدیان یه نماز اونجوری میخوند،
در واقع ملت رو چیکار میکردن؟ بیشتر و بیشتر و بیشتر میبردن تو چاه. هر روز بیشتر، هر روز بیشتر. اون یارو من که از بد به دنیا اومدن چشم باز کردم، اسلام رو نمیدونم چیه، نمیدونم بیدین چیه، کاور چیه، نمیدونم مسیحیت چیه فلان، من که نمیدونم. اون تبلیغات باعث میشه که تو ذهن بشریت جا بندازن الله تو هیچ کشوری صلوات نیست بجز ایران. از میبخشینا، ما چاکر همه آقایون خوبم هستیم. بفرمایید. آدمای پر رو باید روشون رو کم کرد، ولی به علی مخلص همه شما هستیم. بفرمایید خواهش میکنم. خوش باشید. بر جمال محمد آل محمد صلوات. صلوات دو معنی داره. آی نسل جوان، آی نسل شیک پاسارگادی، صلوات دو تا معنی داره. اولش درود میفرستم به اعراب و خاندان اعراب فلان 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 فلان. دومیش صلوات بر آل فلان فلان شده ها، در واقع داریم به قول خودمون درود فرستادنه. درود میفرستیم به مثلا فلان کس و خاندانش و فلان و اینا. دومین معنی سرپوش گذاشتن به تمام خلاف ها. یارو میزد یکی رو با ماشین تصادف میکرد، مثلا باید میبردن بیمارستان یا باید میبردن به حسابش میرسیدن، پنالتی میشد، جزا به حساب جریمه میشد و فلان اینا. به جای این کارا سریع اون 4-5 نفر اطرافش آگاهانه یا ناآگاهانه میگه بابا صلوات ختم کنید. یه معذرت میخوام دور از آدم های باشعور، یه دم سریع خر میشدن، سریع میگفتن الله آقا ختم جلسه اعلام شد. اون زد کشت، این زد مرد، این مرد، اون زد کشت و با صلوات ختم جلسه اعلام شد. در واقع صلوات دو تا معنی داره. یکی درود به اعراب، دومیش هم سرپوش گذاشتن به همه خلاف ها. همه خلاف ها. حتی در ترکیه هیچ کس دیده نشده یکی بگه صلوات. در خود اعراب، در خود عربستان هیچ که دیده نمیشه، هیچ که نمیگه. اما ما ایرانی ها توسط این آخوندا و چپول ها و اون حزبایی که گفتم و اینا شدیم کاسه داتر از آش. این از اون فیلم های سینمایی. خب میرسیم به کجا؟ میرسیم به تولد اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی. اینجا خیلی مهمه ها دوستان عزیز. بذارید اینجوری بگم، با دستم اینجوری اشاره بکنم که به حساب میخوام ببرم. اول اینجا رو قطع میکنم، بعد از مشاهده اون کلیپی که در تولد اعلی حضرت آریامهر دیدم رو، اول یک قسمتی از اون فیلم رو با هم میبینیم و برمیگردیم و ادامه میدم. به دست بیار. خجسته میلاد مسعود شاهنشاه آریامهر را به پیشگاه مبارکشان تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌داریم پروردگارا شاهنشاه بزرگ ما، شهریار عادل،
و حافظ استقلال کشور عزیز ما شاهنشاه آریامهر را در پناه مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام محفوظ بفرما. پروردگارا شهبانو فرح ملکه محبوب و خدمتگزار که مظهر انسان دوستی و نیکوکاری که از خاندان عصمت و طهارت می باشند در پناه ملکه عالم اسلام حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها از گزند زمان در امان فرما. پروردگارا والا حضرت ولایت عهد عثمان رضا پهلوی نور چشم شاهنشاه آریامه و علیا حضرت شهبانوی محبوب و چشم و چراغ ملت ایران را در پناه شاهزاده علی اکبر حسین از جمیع بلیات ارضی و سماوی محفوظ بفرما. خب برنامه خب دوستان، اولش عرض کردم این کلیپ طولانی خواهد شد برای اینکه صحبت هایی که خواهم گفت نمیشه با یه جمله به دو جمله سر و تهشو در آورد. خیلی مهمه، باید همه بدونن ببینن. همونجوری که مشاهده کردید زورخانه بهش میگفتن دیگه، به حساب ورزشکارا می اومد و ادوای پهلوان در می آوردن و اینا، اما پشت پرده نهنگایی خوابیده بودن که ما رو به این روز انداختن. پشت پرده مهمه. مثلا میخوام و ضرب میزدن و فلان، علی ای شیر بیابان علی. یک نفر اعتراض نمی کرد، یک نفر دخالت نمی کرد. حالا آریامه رو بذاریم کنار، کسایی دیگه یک نفر اعتراض نمی کرد، یک نفر نمی گفت که آقا اینجا کشور پارسیانه، میهن پارسه، ایرانه، عربستان نیست، اینجا ایرانه. شما پادشاه ایران رو که پارسه میخوای بسپری به علی. علی کیه؟ از کل جهان برای مذاکره می اومدن پیش اعلی حضرت، از کل جهان اقتدار آریامهر رو تقدیر می کردن. خود اعلی حضرت میلیون ها میارزه به علی و ملی و تگی و نگی. شما اومدید دعا میکنید اعلی حضرت رو در واقع میسپاره به علی. علی که 1400 سال پیش فلان شده. اینجا بود که برای من گنگه، نه اینکه میگم احتمال اینکه به خاطر دموکراسی یعنی ایران رو دموکراسی کردن و سکولار کردن اعلی حضرت دخالت نمی کرد. اما اون روشن فکرا کجا بودن؟ چرا هیچ کس دخالت نمی کرد؟ در یک کشور پارسیان
این واژه های عربی چیه؟ علی علی این این کلیپ میخوام بمونه، نمیخوام زبانم یه جور دیگه بچرخه، واژه های بد استفاده نمیخوام بکنم برای نسل شیک پاسارگادی. این خزعبلات چیه؟ این مزخرفات چیه؟ تو کشور پارسیان شاه مملکت اونجا تولدشه، زادروزشه، به جای اینکه از شعر و شعرهای پارسی، از حالا سعدی و فردوسی و اینا استفاده بشه، نمیدونم گفتارهای آنچنانی پارسی به کار برده بشه، دعای مثلا با گفتارهای پارسی استفاده بشه، شما اومدید ما شیر شاهان، شاه شاهان پارسی را سپردیم به علی. یعنی چی؟ یعنی چی؟ چرا هیچ نهادی، چرا هیچ حزبی، چرا هیچ بگم گارد جاویدانی، چیزی، هیچ اصلا هیچ کس، یک نفرم حتی نبود که دخالت کنه، بگه که آقا خطا میکنید، کشور پارسیانه، دعای عربی دیگه چیه؟ ای جوانان، ای جوانان، بیایید از این به بعد، گذشته ها گذشته، ولی از این به بعد آگاهانه خردانه شعورانه، نمیدونم اسمشو چی بگم، بیایید با چشم باز، با چشم بصیرت، واژه های عربی هم گاهی میاد به زبان آدم، با چشم باز هر آن چیزایی که پیشینیانمون تکرار کرده بودن، اومده بودن تا به اینجا، اونا رو تکرار نکنیم. قبل از اینکه تکرار بکنیم، قبل از اینکه در دام اون حالا مذهب بگم چی بگم، در دام اون شیاطین بیفتیم، قبلش با خودتون بیاندیشید. ای نسل شیک پاسارگادی، من مرده شما زنده، قبلا بیاندیشید، قبل از اینکه یک حرکتی رو آغاز کنید، یک سخنی به میان بیارید، یا مثلا بیشتر در مورد موارد ملی و مذهبی، بیشتر در این موارد خیلی دقت کنید. من مرده شما زنده، ای مسئولین از فردای آزادی، ای کسانی که حکومت در دست شما اداره خواهد شد، این کلیپ رو ببینید. خواهشی که از شما دارم با آموزش های درست، واژه های عربی نمیخوام به زبان بیارم، با آموزش های درست کاری کنید، از ابتدایی تا دانشگاه ها، در اماکن عمومی کاری کنید با آموزش های درست. مردم ایران از این پس بدونن، تشخیص بدن، بفهمن که
مذهب چیه، دین چیه، نمیدونم فلان چیه فلان چیه. چرا نباید ما مسلمون بشیم؟ چگونه ما رو مسلمون کردن؟ نترسید، ترسیدید به این روز افتادیم. باید گفته ها رو گفت، باید نوشت هر روز اینقدر باید تکرار کرد که به مخ آیندگان مخشون باز بشه، بسته نشه، مخشون باز بشه، کار کنه. با آموزش های درست آموزش بدید به بچه های آینده، به آیندگان، به نسل های شیک پاسارگاده، به قول مانوک خدابخشیان. بیاموزید، آموزش بدید. نگذارید این کلک، این رکبی که ما خوردیم در 47 سال پیش دوباره تکرار بشه. تا ابد نگذارید دوباره تکرار بشه. وقتی دیدید حالا فرض کنیم که مثلا 30 سال گذشته، فرض کنیم ما 30 سال گذشته یه اسکول اومده دوباره میخواد از راه اسلام وارد بشه، یعنی کاری کنه که مردم هوس کنن، بگن آخه مثلا اون موقع قمه میزدن چه کیفی داشت، آخه فاطمه سکینه کبرا یادش بخیر عجب دورانی بود. می اومدیم اینجا مثلا دختر بازی می کردیم، تخمه می شکستیم، مشروب می خوردیم. آقا لامصب وقتی آزادی باشه تو برو بیرون، اشغالتو بکن. چه ربطی به هیئت عاشورا و تاسوعا داره؟ عاشورا تاسوعا ما 18 و 19 قبل اونه، نیکای، ندای، مهسای، خود اعلی حضرت آریامهر رو میگم. اینا عاشورا تاسوعا ماست. چه ربطی داره؟ شما میخوای اشغال کنی، میخوای بری دختر بازی بکنی در فردای آزادی مثل ژاپن. الان من نشستم خونه خسته و کوفته، خب نان ندارم شام بخورم، چه برسه مثلا برم بیرون. سنم رفته بالا، 60 سالمه، اما فرض کن جوان هستم، فرض کن 25 سال 30 سالم دیگه. اون موقع خونه نمیشینه آدم. آقا برو بیرون، هر جا دوست داری برو، حالتو بکن. مشروب میخوای بخوری برو مشروب بخور، میخونه میخوای بری برو میخونه، پاچینکو میخوای بازی کنی، قمار یه نوع قماره برو پاچینکو، نمیدونم کلاب میخوای بری برو کلاب، ورزش میخوای بری برو ورزش. کسی جلوتو نگرفته. هر جوری دوست داری در چارچوب قانونی میتونی بری اشغال بکنی. حتما باید عاشورا تاسوعا باشه که تو به آزادی نسبی که داری از اون لذت ببری، بری دختر بازی. این حرفایی که من میزنم کسی نمیگه ها. من پی همه چیزو به تنم مالیدم، من هیچ ترسی هم ندارم، هیچ ترسی از هیچ کسی ندارم. بهتر از اینه که برم تو رخت خواب بمیرم. بیام که هر کی میخواد منو بکشه بیا بکشه، منو پیدا کن بیا بکش. در راه میهنم، در راه آزادی میهنم. برای همین ویدیو رو میذارم که ببین آقای رضا احمدی یه سری ویدیوهایی داد بیرون که واقعا مهم بود. منم این ویدیوهایی که میخوام بذارم در طول عمرم شاید مهمترین ویدیوییه که میخوام از خودم یادگاری داشته باشم، به یادگار بذارم. اشغال میخوای بری برو بکن، حتما باید رو عاشورا تاسوعا باشه که تو به آزادی برسی، آزادی نسبی. پدر مادر رو تو خر کنی، بگی که من میخوام برم هیئت ببینم، بری بیرون دوست پسر تو ببینی. پدر مادر رو تو خر کنی، بگی که من میخوام برم سینه بزنم، بری واسه بغل سینه زنا دختر بازی بکنی.
دیگه این راه ها رو همه ما طی کردیم، میدونیم داستان چیه، هیئت چیه، عاشورا تاسوعا چیه. هیچ که اصلا هیچ اعتقادی به این چیزا نداره. هر کی میاد بیرون و اینم داشته باشید، این حرفا رو هر کسی نمیگه. 99% اون کسانی که میان بیرون برای عزاداری و هیئت و فلان و اینا، بدانید آگاه باشید. امیدوارم در فردای آزادی نباشه ها، با آموزش های درست اصلا برچیده بشه، اصلا خود مردم خجالت بکشن بیان بیرون. یعنی چه عاشورا تاسوعا؟ عاشورا تاسوعای ما 18 و 19 و مهسا و ندا و برو جلو، اما نباید عزاداری بکنیم، نباید بزنیم به سرمون گریه کنیم، باید خوشحالی کنیم، باید شادی کنیم از این که چنین اسطوره هایی داشتیم. باید جشن بگیریم، باید بزنیم و برقصیم و میخوری و مشروب خوری و به خصوص شراب آبجو اونوری پخش بشه، خوشحال بشیم، شیرینی پخش کنیم. وقتی کسی گفت چرا، با افتخار بگیم که این روزا کسایی رو از دست دادیم که چراغ راه امروز ما بودن. به وجودشون، به وجود چنین آدمایی افتخار میکنیم. عزاداری مرد، سینه زنی و گم زنی و فلان اینا رو اصلا با خود جمهوری اسلامی بکنید تو زبالدان تاریخ و ببندید بندازید دور. عزیزانم، از من به شما یادگار. یه چیزی هم بگم که همیشه خواستم بگم فرصت نمیشه، یعنی چون طولانی میشه تو اینستاگرام و حالا جاهای دیگه طولانی میشه، آدم نمیتونه اینجوری گزارش بده، توضیح بده. ولی گفتم این کلیپ از ابتدا گفتم طولانیه. یه چیزی بگم، اینم خیلی مهمه، اینم خیلی واجبه. آقا فرض کنیم، میخوام بگم اسلام چجوری وارد ایران شد. فرض کنیم صدام حسین به ایران حمله کرد، فرض کنیم جنوب ایران رو گرفت. ببین ویدیوهاش هست دیگه، من که دروغ نمیگم، حقایق رو دارم میگم در داخل این ویدیو جز حقایق چیز دیگه مشاهده نخواهید کرد. ویدیوهاش هست، زنده به گور که کردن، تجاوز که کردن و کشتن. نمیدونم تعداد یادم نیست، من خودم هم پشت هم شلمچه بودم هم حلبچه، شیمیایی هم شدم، 3 ماه الی 6 ماه تو بیمارستان بودم. اسم منم ناصر زمانی، ببخشید از ابتدا نگفتم، ناصر زمانی هم. خب حالا بذار اصل موضوع یادم نره. بعد فرض کنیم که صدام حسین حمله کرده، تجاوز کرده، کشته، جنایت کرده، فلان به اسارت گرفتن، زنده به گور کردن، تجاوزم کردن و کشتن و فلان اینا. پس از اینا حالا صدها سال گذشته ملت ایران عزاداری میکنن به کی؟ به صدام حسین. میگن یا صدام حسین صدام حسین. به هر جور در میاد. همین موشلی دستور قتل عام 50-60 هزار تن رو داد یا نداد؟ الان مش نمونه خرواره. الان چی طرفدارانش؟
چی میگن؟ میگن دستش مونده بود، دستش اینجوری، دستش اونجوری یه تیکه گوش مونده بود. خب آیا شما، ما میهنبرستان رو دارم میگم، میای پشت سر موشلی عزاداری بکنی، گمه بزنی، سینه بزنی و عبادت کنی همین موشلی رو؟ خود طرفدارانشون هم حالشون به هم میخوره. اونا به خاطر منافع شخصی خودشون پول در بیاد، اونا به خاطر پول میان طرفداری میکنن از موشلی. خودشون هم حالشون به هم میخوره از موشلی. حتی مجتبی الکیه، اینا فیلمه. پشت پرده همون گلوبالیست ها و چپول ها و چپ ها و مپ ها و اینا خوابیدن، وگرنه 4 از آخون زمین زدن کاری نداره که. بعد حالا آیا میای پشت سر دشمنتون که یه مدت با هم جنگیدید، اونا زدن کشتن، ما هم زدیم اونا رو، حالا طلب کردیم و فلان کردیم و اینا، آیا میشه اونا بیان پشت سر به ایرانی ها سجده کنن و عبادت کنن، ما ایرانی هم پشت سر صدام حسین سجده کنیم و عبادت کنیم، یا پشت سر موشلی عبادت کنیم؟ یا نه، یا به چنگمون اگر میافتاد جرش میدادیم، جرشون میدادیم. کدومش؟ 100% میگی که جرش میدادیم دیگه. حالا دقیقاً همینو برو 1400 سال قبل. میخوام باز کنم ها، هیچ کی نمیاد این حرفا رو بگه ها، من میگم. برو 1400 سال قبل جنگ شده، اعراب به ایران حمله کردن. برای اینکه ملیت خودمون از یادمون بره که واقعا هم عجب مخی بودن در این راستا، تمام کتاب ها رو سوزوندن. برای اینکه اصالتمون از یادها بره، تمام کتاب ها رو آتیش زدن. اسنادش هست یا نیست از خودم که نمیگم. برای اینکه زهر چشم بیان مردم رو بترسونن، مسلمون بکنن به زور. 40,000 نفر تو کتاب هاست، شاید خیلی بیشتر از این حرف هاست. 40,000 نفر رو سر بریدن جوی خون را بیفته. خب فرض کنیم که بعضی ها نمیدونم میگن که نه ما از ابتدا مسلمون بودیم. نه دوست عزیز، مسلمون نبودیم. به زور شمشیر گردن زنی مسلمانمون کردن. خب فرض کنیم الان 1400 سال پیشه و یه قزبتینی علی ملی تگی نگی اومده اونجا داره، مثل داعش، فیلم های داعش رو ندیدید تو ایران؟ ما که اینجا خیلی دیدیم، نمیدونم شما دیدید یا نه. اومدن الان با چاقو سر میبریدن، اون موقع با شمشیر بود. خب شاید با چاقو میومدن گردن میزدن، میگفتن مسلمون میشی یا نمیشی. مردمم به خاطر اینکه زنده بمونن اجبارا میگفتن باشه مسلمون شدیم. خب بگو بسم الله الرحمن الرحیم و محمد رسول الله. کسانی که میگفتن زنده میموندن، کسانی که نمیگفتن گردناشون میرفت. اونایی که زنده موندن نسل به نسل، دهن به دهن، زبان به زبان چرخید، درست مثل همین رژیم آخوندی. الان میتونی بری بیرون اعتراض بکنی؟ بعد این 50-60 هزار تنی که جان شیرینشون رو از دست دادن، آیا میتونی بری بیرون اعتراض بکنی؟ میترسی دیگه، میترسی. میگی که مثلا الان میام میگیرنم گردنم میره بالای دار. اون موقع هم اینجوری
انقدر زدن کشتن مردم رو ترسوندن. پدر اجباراً به فرزندانشون گفته بود که شما مسلمانید. نه هیچی نگفت. و اونایی هم که میدونستن یا عقلشون میرسید شعورشون میرسید میگفتن نه زبونتو گاز بگیر، گناه داره. از ترس این که میان فرزندشون میبرن میکشن. زبونتو گاز بگیر، گناه داره، تو مسلمونی. دین ما علی تقی نگی حسن و حسین فلان بساره، این خزعبلاتی که آخوندا به مخمون کردن، اینجوری مسلمانمون کردن. ای نسل شیک پاسارگادی، بدانید و آگاه باشید برای اینکه از این به بعد به این دام کثیف اسلام نیفتیم. اصلا کاری هم ندارم اسلام خوبه یا بده. اسلام خوبه برای خودشون، دین اوناست، دین اعراب. به ما چه ربطی داره؟ من و سنه نه، ما هم زرتشتیم، به اونا سنه نه. هر که خوشش اومد بیاد به قول معروف چیز کنه، داخل دین ما وارد بشه. اونو کاری ندارم. اونایی هم که تو ایران مسلمون میخوان باقی بمونن، آقا برو تو مسجد، برو تو خونت، عبادتتو کن، بیا بیرون. درست مثل ژاپن هم یه چند تا مسجدی هست، میرن یه چند نفری پاکستانی افغانی میرن اونجا با لباسای اون بلندشون، میرن اونجا یه عبادت میکنن و میان بیرون. تقریبا 30 سال پیش بود، به زور منو یه پاکستانی میخواست دعوت کنه، به یه اتاقی رو اجاره کردن حسینیه. هی میگفتم بیا مسجد. گفتم برو بابا، فلان شده، ما از مسجد داریم فرار میکنیم، اومدیم ژاپن، از دست شما نفهما فرار کردیم از ژاپن. حالا ما برگردیم بریم دوباره در دام شما بیافتیم این بار. هر کاری کردن پامو نذاشتم تو اون خراب شده. برای همین دارم میگم آگاه باشید، شورانه خرد. عذرخواهی میکنم، من نمیگم من عددی هستم، نه، ولی خوشحالم، به خودم میوالم یک بار هم در دام اون. دوباره درود عرض شد. معذرت میخوام، تلفن من قطع شد و البته آب خوردم، یه سیگاری هم کشیدم و در خدمتم. و یه نگاهی به ویدیو کردم، دیدم پیراهنم چین و سروک دیده میشه. این مدلش اینجوری ها، اتو هم بزنی همینه، به حساب مدلش اینجوریه. بعد برای اینکه نگاه کردم دیدم واقعا طولانی شد. حالا نمیدونم یوتیوب اجازه میده همه رو یک بار پخش کنم یا نه، امیدوارم بشه. و خواهشی که دارم از دست ندید، حتما ببینید، این خیلی مهمه. خلاصه بخوام جمع‌بندی بکنم، از چند صد سال پیش یه عده و مزدوران و اجانب از لیبی و میبی و نمیدونم یمن و ممن و اینا بلند شدن، آخون فرستادن ایران، کار کردن، رو مخ مردم کار کردن. همونجور که در ویدیوها خواهید دید، در این ویدیو خواهید دید، از اون موقع ها. بعد لابلای سخنانم به حساب این کلیپ هایی که میذارم سب با سند که برابر میشه، خواهید دانست که به حساب ما از کجا خوردیم. این خیلی مهمه، چگونه در دام این اهریمنان افتادیم، چه باید کرد، چه کار باید کرد.
از من میشنوید ای نسل شیک پاسارگادی، ای مسئولینی که از فردای آزادی در ایران مسئول خواهی شد. من دیگه 60 سالمه، معلوم نیست یک روز دیگه عمر کنم، 1 سال دیگه، 10 سال دیگه، نمیدونم. اما این ویدئو میماند برای نسل بعد، برای آیندگان. امیدوارم حوصله کنید، قسمت کنید، این ویدئو رو حتما ببینید، از دست ندید. از من میشنوید، حتما در ایران اسلام زدایی کنید. اگر اسلام زدایی کردید، میهنمون بهشت خواهد شد. بهشت واقعی ها، نه بهشتی که این آخوندا ساختن، بهشت واقعی. اگر اسلام زدایی کردید، مطمئنم ایرانی خواهیم داشت، کشوری خواهیم داشت، مملکتی خواهیم داشت که در جهان نمونه باشه. کتاب بخونید، مطالعه کنید و با آموزش های درست آموزش ببینید و همین دیگه. گفتنی ها رو گفتم. داشتم اینو میگفتم که مگه میشه یک کشور بیاد قاتلان پیشینیان خودش رو عبادت بکنه، بپرسته؟ در هیچ کشور چنین نیست. چرا ما ایرانی ها این کارو بکنیم؟ گفتنی ها زیاده، یه خورده خسته شدم، یادم رفت و تلفن که اومد تمرکز صحبتم از دست دادم، معذرت میخوام. ولی گفتنی ها گفته شد. آگاه باشید، بیدار باشید. از این پس میهنمون را با خردانه محافظت کنید از کشورمون، از میهنمون. بعد میگم ما ایرانی‌ها اگر دینی داشته باشیم، اگر بنا باشه دینی رو پرستش بکنیم، چه بهتر که زرتشت باشیم. بهترین دین در جهانه. گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، بهترین دینه. خواهشی که از شما دارم، ارق ملی داشته باشید، بعد بیگانه پرست نباشید، اسلام زدایی کنید، خیلی مهمه. و حتی در سیاست هم آموزش باید داده بشه. آموزش ببینید. امیدوارم که از این مخلصه نجات پیدا بکنیم. در پایان، اگر قبل از قیام من به حساب تو یوتیوب، اگر زودتر ببینید این ویدیو رو، امیدوارم میلیونی کل مردم ایران، میلیونی در سراسر ایران به پا خیزن، میهنمون رو نجات بدهید. شرمنده که ما در ایران نیستیم، واقعا شرمنده، از ته دل معذرت و پوزش خواهی میکنیم که در ایران نیستیم. ولی اگر مطمئن بشیم که به حساب دیگه هیچ کاری از دستشون بر نمیاد، همه بیرونن و رو به سرنگونی مردم دارن پیش میرن، ما هم خودمون رو میرسونیم. قول شرف میدم، یعنی 8-9 میلیون ایرانی خودشون رو خواهن رسوند.
به شما ملحق خواهیم شد. آرزوی کامیابی و شکیبایی و شکوفایی ایران رو دارم. روزی خواهد رسید که ایران هم صادر میکنه هم وارد میکنه و شادترین کشور جهان خواهیم شد. ما شوخی هایی که ما داریم، جوک هایی که ما داریم در هیچ کشوری نیست. بعد امیدوارم با خیال راحت، با آسایش به زندگی قدیمی خودمون برگردیم، ادامه زندگی بدید. بعد از ما که گذشت، ولی اگر عمری باقی ماند، ما هم در با شادی شما ما هم بیایم در ایران یه چند صباحی هم دو سه روزی بتونیم حساب پیش شما عزیزان باشیم. به امید اون روز. و اینو بگم، قول شرف میدم، به ازای کمترین واحد حقوق هر شهروندی در ایران به ازای $3000 خواهد شد. قول شرف میدم. حالا دلار میخواد 1 ریال باشه، 1 تومن، 10 تومن، مطمئن باشید حتما پایین خواهد اومد، به خاطر اینکه ارزش پول ایران بالا خواهد رفت. و برای همین اروپا و بعضی از کشورها دوست ندارن که به حساب ایران پیشرفت بکنه. چون اگر ایران پیشرفت کنه، اونا به پابوس و دستبوسی اعلیحضرت رضا شاه دوم خواهند اومد. اونا اینو نمیخوان. اونا دوست دارن که اونا بالا باشن، ایران هم بدبخت باشه. امیدوارم که هرچه سریعتر میهنمون رو نجات بدید، از این مخمسه رها بشیم هممون با هم. بعد ایرانی آزاد، شاداب، با دیزاینرهای خوب ایرانی بسازیم که در دنیا لنگه نداشته باشه. به امید اون روز و به امید بازگشت خاندان پهلوی به میهنمون ایران، آرزوی سلامتی، کامیابی برای همه میهنانم دارم، به خصوص نسل شیک پاسارگادی. پاینده ایران، جاوید شاه تا ابد و یک روز.